دوباره برگشتیم و یک سلام و صبح بخیری تقدیم به آن عزیزان که تازه بیننده خودشان یعنی برنامه صبح جهان شدن و در بخش جهان قرار داریم. البته امروز سلیمان کاکر را با خود داریم راجع به اوضاع سیاسی و امنیتی شهر کابل که در این اواخر هم قتل های هدفمند بیشتر شده و هم موضوع داغ‌تری که معاون صاحب اول تصمیم گرفته که کمره های امنیتی را در سرتاسر شهر کابل نصب بکنن. امروز صحبت های خواهد داشتیم. سلام، صبح شما بخیر. سلامت باشین. سلام صبح بخیر دارم بر شما و تمام بیننده عزیز. شما زنده و سلامت باشین. قسم که یادآور هم شدن در اواخر هم قتل های هدفمند بیشتر شده و هم موضوع داغ‌تری که نصب کمره های امنیتی چون در صفحات مجازی یک مضمون شده برای همگان. خب قبل از اینکه بریم روی از اینکه کدام انگیزه ها باعث شد یا کدام دلایل باعث شد که جناب معاون صاحب نخواستم چه یک تصمیمی را بگیرند که ما بتانیم تمام شهر کابل را از زیر پوشش کمره امنیتی بریم. قبل از این خوب است یادآور شویم که ما یعنی خصوصا در سال اخیر که ما شاید یک سال خوب نبودیم. ناامنی ها از ولایت دوردست گرفته ولی با مرکز حوزه های مختلف شهر کابل ناامنی ها بسیار زیاد بود. که تمام آدرس ها را مثلا آدرس های فعالین ورزشی، فعالین مدنی، فعالین سیاسی، خصوصا خانواده رسانه ها را این مسائل بسیار به تشویش انداخت و ذهنیت اینا را به یک نوع تونسته باشد منفی کرده باشه. که نگرانی های بسیار بود در بخش امنیت در ولایت کابل خصوصا. مثلا ما از اوایل شروع سال که بود الا وسط سال ما شاهد از این بودیم که گراف جرایم جنایی چقدر بلند رفته بود. ما در تمام نقاط مختلف شهر کابل، در حوزه‌های مختلف شهر کابل در طول هر 24 ساعت شاهد 3 الی 4 رویداد جنایی بودیم. تنها در یک حوزه ما شاهد جرایم جنایی بودیم در طول هر 24 ساعت. و بعد از اینکه در حدود 3 الی 4 ماه قبل از امروز جناب معاون صاحب نخست رهبری تامین امنیت کابل را به شکل موقت بر عهده گرفتند. درست است، خصوصا بتانند در بخش از اینکه راستای مبارزه با جنایی کارکرد داشته باشند، فعالیت داشته باشند، جرایم جنایی را کسر بدن. و پیش از اونها که تغییرات در رهبری قماندانی امنیت ولایت کابل آمده بود که یعنی جرایم جنایی یگانه بسیار زیاد انتشار کرده بود که حکومت را به چالش کشاندن. وادار به این ساخت که تقرری مجدد یعنی صورت بگیره برای قماندانی امنیت ولایت کابل که هم نتونست کنه در مبارزه با جرایم جنایی، در کاهش حملات تروریستی، قتل هدفمند و غیره مسائل که اصلا در نقاط مختلف شهر کابل کامیاب باشند. بر این اساس جناب معاون صاحب نخست تامین امنیت کابل را به شکل موقتی فکر کنم برای حدود یک ماه بر عهده گرفته بود. ما دیدیم بالاخره طول کشید بعد 2 ماه الی 3 ماه. با وجود از اینکه جناب معاون صاحب نخست آمدن روی کار شدن، روی صحنه آمدن در بخش مبارزه با جرایم جنایی، ما خوشبین برزی هستیم که تونستن نتیجه بخش باشند. که ما فعلا در طول هر 24 ساعت از نقاط مختلف شهر کابل در حدود 25 الی 30 تن بازداشت میشن با ارتکاب جرایم جنایی این مسائل. اما در بخش از اینکه پلیس چقدر موفق بوده، خصوصا رهبری قماندانی امنیت ولایت کابل در بخش مبارزه با جرایم جنایی، ما در 2 الی 3 ماه اخیر گراف زیاد پایین آمد از جرایم جنایی که میتونه نتیجه بخش باشه و همچنان حداقل بتونه یک تامین امنیت بهتر داشته باشه برای و حوزه هایی که هستن نقاط مختلف شهر کابل و ولسوالی هایی که هستن. اما نگرانی دوم که در 3 الی 4 ماه اخیر پیش آمد، خصوصا که یک ضعف را برای نیروی امنیتی نشان بده و در قبال از یک ضعف برای معاون صاحب نخست نشان بدن و یک ذهنیت سازی منفی میان مردم، میان شهروندان باشند که ما بدبختانه شاهد ازی هستیم که قتل های هدفمند، حملات تروریستی، مثلا مینای چسبکی و این مسائل از آدرس های اجتماعی گرفته و بالاخره برای اشخاص افرادی که در نهادهای حکومتی وظیفه اجرا میکنن، حداقل صدای آزادی خواه هستند، حقوق بشر هستند، میخوان حداقل منعکس یک شهروند، منعکس یک شخصی که طبیعت یک کشور دارند، فعالیت داشته باشند و صدای یک قشر باشند برای گوش حکومت و بتونن اینا حداقل بیرق افغانستان را به اعتراض آورده باشند. ما شاهد ازی هستیم که همچون اشخاصی که در چند ماه اخیر مورد عملات مشخص قتل های هدفمند صورت گرفتن، اینا تمامش اگر ما بریم به طرف میز مذاکرات صلح به یک نوع یعنی چانسگیری و تارگت گیری از گروه مخالفین می باشه که اینا نشان بدن، خصوصا برای رهبری دولت افغانستان و برای همسایه و منطقه و اینی مسائل که اینا چقدر حاکم هستند، چقدر نفوذ دارند در بین شهر کابل و در خود مرکز، در ولایات، که اینا به یک نوع مردم را دل سرد بسازند تا اینا نتونن
در آینده ها دادخواهی کرده بتونن در میز مذاکره با جرات بلا اینا صحبت داشته باشن. به یک نحوی میخوان صدای اینا رو خفه بزنن. درست است. مثلا قتل هدفمند که ما در ولایات مختلف در کابل شاهد ازی بودیم. اما میایم در بخش بود دومی که مثلا جناب معاون صاحب نخست یک شخص سیاسی است، هرچی باشن اینا رقیبای سیاسی و از داخل از بیرون کشور، از کشورهای منطقه و از ولایات مختلف اینا رقیبای سیاسی هستن که نمیخوان این معاون صاحب نخست همی پروژه را که پیش گرفته و موفقیت برسه. و گپ جالبی است که سلام کاکر صاحبی که گپتانم قطع کردم، وقتا میگیم که گروه های مختلف قتل های هدفمند انجام میدن، اما برعکس اونا میگن که ما با فعالین مدنی، با کسایی که در رسانه ها کار میکنن، با اینا هیچ مشکل نداریم و هیچگاه اینا را هدف قرار ندادیم. پس چه کسایی هستن که هم فعالین مدنی را هدف قرار میدن، هم کسایی که در رسانه ها کار میکنن، اطلاع رسانی میکنن؟ پس به نظر شما آیا همون کسایی نیست که میخواین معاون صاحب اول نخست به چالش بکشانن و میخواین که بیشتر سر از او فشار بیارن تا ای که همون کارهایی که در گذشته ها میکردن، جرایم و اختطاف و انواعی از جرایم انجام میدادن، به نوعی که میگفتن ما سران قومی هستیم یا قماندانای جهادی هستیم یا وکلای پارلمان هستیم، آیا به نظر شما اینا نیستن که فشار میارن بالای دولت تا ای که به خواستایشان برسن؟ خوب، ما به قسم بیشتر بر شما گفتم ما از دو بود میشه پس بکنیم. درست است. ما یک فیصدی مثلا 50% را میشه بگیم که گروه های مخالفین هستن، مثلا طالبان هستن. این مسائل که به امتیازگیری همچون عملات را دست میزنن برای نشان دادن ناکامی حکومت و همچنان ای که بتونن خود را همچون جلوه بدن که ما در مرکز نیز نفوذ داریم. در بخش دوم ما میامدم روی همی جمله که یعنی معاون صاحب نخست تعریف‌های سیاسی بسیار دارند، خصوصا باندهای مافیایی بزرگ هستند به شکل بین‌المللی و در سطح بین‌المللی باندهای بزرگ مافیایی هستند که میخوان یعنی قسم نشان میدن که معاون صاحب نخست یعنی در تامین امنیت ناکام هستند، نمیتونن کار بکنن، نمیتونن کاهش داشته باشن در عملات توریستی و جرایم این مسائل. اما از وقتی که جناب معاون صاحب آمدن و دو شادش رهبری قماندانی امنیه ولایت کابل، این یک نشان از وطن دوستی اوناست که از یک سطح بسیار بلند میان به سطح قماندان امنیه ولایت کابل اینا فعالیت می داشته باشن، کارکرد می داشته باشن. با شروع فعالیت های اینا ای که گراف جرایم چقدر کاهش یافته بود، یعنی مثلا از 80% گراف جرایم جنایی آمد بر 30% کاهش پیدا کرد و فعلا هم در حدود هر 24 ساعت از نقاط مختلف در حدود 30 الی 35 تن دستگیر میشن، از جرایم سنگین گرفته تا جرایم جنایی، جرایم خفیف، مبارزه با مواد مخدر. این مسائل این نشانگر عزیز گونمو پلان ها و برنامه‌ای که معاون صاحب نخست داشتن او تونست که به یک نوع عملی شود در ولایت کابل بتون نتیجه بخش باشه. اما در بخش دومی که مانده مافیایی هستن یا مثلا بعضی از آدرس‌های سیاسیونی که هستن رقیبای هستن تا به سطح بین المللی، اینا میخوان همچون برنامه‌های را روی دست بگیرن، همچون قتل ها و تروری مسائل تا بتونن یک خلا را بین مردم و یک کمیته را بین مردم و رهبری پلیس با وجود بیارن. اما بازم در بخش ازی که همیشه شکایت ازی بوده که یعنی پلیس ناکام است در کاهش جرایم، خصوصا در مبارزه با تروریستان. مثلا در چند وقت اخیر که ما شاهد بیشتر ماین های چسبکی بودیم که همه روزه موترهای دولتی و موترهای ملکی، بله هر صبح امی قسم خبرها بود که یعنی مثلا در نقاط مختلف شهر کابل همچون موارد رخ میداد. اما یعنی پلیس به حد توان کوشش خود را میکنه، تلاش خود را میکنه تا بتونه یک امنیت بهتر داشته باشن. مثلا اگر ما بیایم به نفوذی که امروز در سطح قماندانی امنیه ولایت کابل داریم، خود نهادهای کشفی استخباراتی دیگر که مثلا امنیت ملی هستند، بخش خود وزارت امور داخله هستند، اینا رو مقایسه بکنیم با شهروندانی که در افغانستان زندگی میکنن، بسیار یک چیز کم است. اینا نمیتونن که به شکل درستی تامین امنیت داشته باشن. اما تراکم نفوذ بیشتر هم که با جنگ هایی که بودن در ولایت اینا آمدن مهاجرت کردن بر مرکز بر کابل، اینا هم نفوذ بیشتر شده. در این بخش هم مشکل ساز میشه بر پلیس که بتونن به شکل جدی و سریع بر بو طبق تصمیمات پلان دارن بر از رسیدگی صورت بگیره، خصوصا در ولسوالیایی که هستن. درست. اما اگر ما از دو بود میبینیم، یک بودی که بدبختانه عملات توریستی بیشتر شده و مثلا ما در 2 الی 3 هفته آخر در هر روز شاید یک ماین چسبکی بودیم با یکی بسیار از نگاه مادی هم ضرر میرسونه بر حکومت. مثلا هر رنجری که هر روزی مورد ماین مغناطیسی قرار میگیره 40,000 دلاری تاوان است بر حکومت. اما اونمو که باید یک برنامه ریزی درست باشه و یک طرح ریزی درست باشه، اونمو پولی که
یعنی خساره میرسه بر حکومت، بجای از اونمو بیا در بخش استخباراتی و کشفی و هماهنگی مردم، جذب کردن مردم و یعنی بیشتر ساختن نیروهای امنیتی در پلیس در خود قماندانی امنیتی ولایت کابل باشه، میتونه نتیجه بخش باشه. درست در ما از دو بود، ما در کل گفتن نمیتونیم که کابل کلا ناامن است یا پلیس ناکارا است، مثلا قماندانی امنیتی ولایت کابل ناکار است، نمیتونن مبارزه داشته باشن، یا یک گپ غلط است. درست اونا تلاش خطر میکنن، کار میکنن، فعالیت میکنن و ما شاهد ازی هستیم که اگر در طول یک هفته ما یک حمله یا دو حمله می داشته باشیم، ماین مخنثی و تروری و مسائل باشه، و از بود دیگر اگر ببینید در طول یک هفته بیشتر از 10 تا 15 تا نظامی اشخاص افراد که دست دارن به ماینهای مخنثی و چسبکی و مسائل قتل و هدف، اینا دستگیر میشن، با پنجه قانون سپرده میشن. نقاط مختلف شهر کابل شناسایی میشه، بین جایی که جاسوسی شده می باشه و این مسائل تمام شناسایی میشه و از طرف نهادهای کشفی استخباراتی و پلیس کابل همچنان امنیت ملی خنثی میشه. بله، و اگر کمره های امنیتی نصب شود، بعضها میگن که بودجه بسیار گزاف مصرف میشه، اما نه، اگر در کشورهای خارجی ببینیم حتی از خانه که تو میبری کمره امنیتی هست تا هر جایی که بری، هر آن کاری که بکنی اونا تو را میتونن که هم دستگیر بکنن، هم اون کار تو را تعقیب بکنن. اصلا بعضایی که میگن که والا نه بودجه بسیار زیاد مصرف میشه، اما نه، نیاز مبرم هست. وقتی کمره های امنیتی در سر تا سر شهر کابل نصب شود، به نظر من هم جرایم کم میشه و هم اشخاص افراد که دست رو اونو زودتر دستگیر میشن. پس همونایی نیستن که میخواین که این سیستم هم ناکام بسازن. خوب قسم که شما یاد کردین که یعنی اگر اشتباه نکنم در حدود $100,000 آمریکایی، یعنی در کل 1 میلیون گفتن. 100 میلیون هم قدر است، یعنی در کلی مصارف دارن که بتونن تمام نقاط مختلف شهر کابل ولسوالی ها این تمام زیر پوشش کمره امنیتی قرار بگیرن. قسم ما پیشتر بر شما گفتم بجای از که یک روز یک رنجر ما مثلا هدف ماین مغناطیسی قرار میگیره، ما در $40,000 توان میکنیم. پس اگر ما امور رو بیایم در همچون برنامه ها مثلا نصب کامرای امنیتی در همچون برنامه و همچون کارهای که بتونه مفید تمام شد در این بخش انجام بدین، یعنی بسیار مفید تمام میشه و بهتر خواهد بود. مثلا ما بعدا برای نصب کامرای امنیتی ما در حدود یک ماه قبل از امروز یعنی کنفرانس مشورتی برگزار کردیم در قماندانی امنیتی ولایت کابل به هدف نقش زنان در مبارزه با جرایم جنایی که ربط داره بر نصب کامرای امنیتی. که ما بر علاوه از دختر خانم‌های فعال ولایت کابل بودن، از رسانه‌ای، فعالین مدنی، فعالین سیاسی و ورزشکاران، این مسائل ما از بیرون از کشور، از کشورهای ایالات متحده آمریکا و از بلژیم و از جرمنی، این از این کشورها ما به شکل آنلاین همراه خود داشتیم دختر خانم‌هایی که واقعا می‌خواستن در تامین امنیت ولایت کابل نقش داشته باشند. درست است که همچون کنفرانس را با همراه رهبری قماندانی امنیتی ولایت کابل برگزار کردیم که هدف همی بوده که بر سلسله برنامه میثاق امنیتی ما بتونیم مداخل اون طرح برنامه و نظریات برای رهبری پلیس کابل پیشنهاد شده بتونیم که باز ما او را یعنی مثلا در حدود 80 طرح بود، از طرحهایی بود که در مبارزه با جرایم تروریستی و جرایم بر سطح منطقه و بین‌المللی شروع الی جرایم خفیفه، جرایم بر خیابان‌ها صورت میگیرد. 80 طرح در این راستا بود که بیشترین طرح در حدود 80 طرح از 80 آدرس مختلف بود، در حدود 20 الی 25 تا می طرح‌ها و نظریات بود، بخشایی که بود به کاتگوری تقسیم شده بود، مشخص آمده بود روی نصب کامرای امنیتی صحبت کرده بودند. یعنی تمام اشخاص افراد که عضویت کنفرانس بودن یا از داخل بیرون کشور 100% در طرح اینا شامل بوده که باید نصب کامرای امنیتی باشه در ولایت کابل. بخاطر که میتونه کار را بسیار آسان‌تر بسازه. بر علاوه از اینکه با رهبری پلیس کابل شریک شد، اینا به شکل آنلاین به جناب مامور صاحب نخواست هم رسیدن که بتونن نصب کامرای امنیتی داشته باشن و بتونن یعنی کابل را مثل سیستم امنیتی بهتر شود، به شکل تکنولوژی پیشرفته باشن و تامین امنیت بهتر داشته باشن از نقاط مختلف شهر کابل همیشه آگاه باشن. بله، و واقعا برنامه عالی هست و امید است که همچون برنامه ها تطبیق شوند و تشکیل میکنیم از شما کاکر صاحبی که اومدین در برنامه و صحبت های هم داشتین راجع به اوضاع امنیتی شهر کابل. ان شاء الله برنامه بعدی بحث های خاص داشتیم باشیم. تشکر شما، بخیر باشین. یک برنامه خیلی کوچک داریم، همچنان با شما دوستان باشین.